درود به همیهنان گرامی، درود به شنوندگان و بینندگان رادیو تلویزیون مانی و سپاس از جناب مانی که این فرصت رو به من دادن تا این برنامه رو برای بینندگان این رادیو تلویزیون تهیه کنم. امروز میخوام در ادامه سخنان پیشینم یعنی political philosophy یا فلسفه سیاسی سخنان امروز رو بیان کنم. در ویدیوی پیشین سخنان من پیرامون سیر اندیشه ایرانی که اینجا منظور فلسفه سیاسی بود. بگم که چگونه این کانسپت یا مفهوم میثرا یا پیمان بستن، هم پیمان شدن یا قرارداد رو چگونه از ایران سفر کرد یا سیر کرد و رفت به امپراتوری روم. این رو ادامه دادن تا دوره رنسانس. امروز میخوام درباره انقلاب مشروطه سخن بگم و بگم که حالا این فلسفه سیاسی چه نقشی یا چه رابطه‌ای با کشور ما و یا جامعه ما پیدا میکنه. پیش از اینکه من درباره انقلاب مشروطه سخن بگم، یک نموداری رو نشون میدم که در این نمودار میخوام اشاره‌ای بکنم به فلسفه سیاسی از دیدگاه اسلام. نموداری رو که الان شما مشاهده میکنید این هست. خب این نمودار درباره این دوره زرد رنگ، این دوره قرون وسطی است در اروپا. اما در دنیای اسلام ما کی رو داریم؟ فارابی رو داریم و پس از فارابی ابن سینا رو داریم و به ویژه مهمتر از همه اونها نظام الملک توسی رو داریم که ایشون کتابی می‌نویسه به نام سیاستنامه که درباره همون فلسفه سیاسی هست از دیدگاه اسلام. این فلسفه سیاسی بر مبنای اسلام نوشته شده و تدوین یافته و نظام الملک توسی نظامیه بغداد رو میسازه که این نظامیه 193 سال دوام پیدا میکنه و بعد از بین میره. در سال 1258 اون رو از بین میبرن مغول‌ها و این نظامیه یا این دانشگاه پیش از آکسفورد و کمبریج انگلستان ساخته میشه و پیش از سوربن فرانسه این ساخته شده و در اروپا نامآور بوده، بسیار شناخته شده بوده نظامیه بغداد. پس از نظام الملک توسی ما ابن رشد رو داریم و پس از ابن رشد ابن خلدون رو داریم. ابن خلدون دیگه پس از اون ما در دنیای اسلام کسی رو نداریم، شخصیت برجسته، فیلسوف اسلامی نداریم که بیاد این فلسفه سیاسی بر مبنای دیدگاه اسلامی رو ادامه بده و اون رو بپرورانه. و پس از این دوره، پس از ابن خلدون،
حدود 100 سال پس از اون ما میرسیم به ابتدای دوره رنسانس اروپا و ما حالا از اینجا به بعد در اروپا ما کسانی مانند ماکیاولی، تاماس هابز، جان لاک و افراد دیگه رو داریم که حالا اینها هستن، اروپایی ها هستن، فیلسوفای اروپایی هستن که فلسفه سیاسی رو ادامه میدن و اون رو پرورش میدن و این فلسفه سیاسی در دوره رنسانس ادامه همون فلسفه سیاسی بود که در یونان بود، ادامه فلسفه سیاسی یونانی بود که افلاطون شروع میکنه و کتاب جمهوری و پس از اون ارسطو کتاب سیاست رو منتشر میکنن. پس دیگه از اینجا به بعد اون فلسفه اسلامی یا فلسفه سیاسی بر مبنای دیدگاه اسلامی متوقف میشه، به پایان میرسه و فلسفه سیاسی در دوره رنسانس اروپا بر مبنای دیدگاه فلسفه سیاسی یونانی ادامه پیدا میکنه. و حالا من نمودار دیگه ای رو به شما نشون بدم که درباره انقلاب مشروطه هست و در اینجا در این نمودار شما خواهید دید که چگونه رابطه فلسفه سیاسی و ایران در دوره انقلاب مشروطه و پس از اون. خب آنچه را که من اینجا نشون میدم اطلاعات خیلی زیادی در اینجا هست. به هر حال من کوشش میکنم اینا رو توضیح بدم که شما متوجه بشید. این انقلاب مشروطه است، سال 1905 تا 1911. قانون اساسی مشروطه در سال 1907 نوشته میشه. خب من اینو توضیح بدم که رابطه بین فلسفه سیاسی و قانون اساسی. قانون اساسی یکی از فرآورده‌های بسیار مهم فلسفه سیاسی هست. اینجوری توضیح بدم. ما از شیر ماست میگیریم، ما از شیر پنیر درست میکنیم. پس ماست و پنیر فرآورده‌های شیر هستند. یه چنین رابطه‌ای وجود داره بین قانون اساسی و فلسفه سیاسی. قانون اساسی یکی از فرآورده‌های فلسفه سیاسی می باشد. فلسفه سیاسی فرآورده‌های دیگری هم دارد، اما یکی از مهمترین آنها قانون اساسی است. حالا ما پس از انقلاب مشروطه حالا یک گروهی تعیین میشن که اینا این مسئولیت رو میپذیرن، برن برای ایران قانون اساسی تهیه کنن. خب پرسش اینجاست، آیا ما در سال 1907 فلسفه سیاسی داشتیم؟ اگر داشتیم کجاست؟ ما کو؟ اگر نداشتیم پس این قانون اساسی انقلاب مشروطه از کجا گرفته شد؟ از کجا اون رو نوشتن؟ من گفتم
که قانون اساسی بازتاب فلسفه سیاسی است. حالا اگر ما در ایران فلسفه سیاسی نداشتیم و این قانون اساسی بازتاب چی بود؟ از کجا پیدا شد؟ قانون اساسی که در آن زمان نوشته شد دو بخش داشت. یک، اون گروهی که این مسئولیت رو پذیرفته بود رفتن قانون اساسی کشور بلژیک رو انتخاب کردن و قرآن، یعنی منبع قانون اساسی انقلاب مشروطه، این دو مقوله است: قانون اساسی بلژیک و کتاب قرآن. و اون گروه که این مسئولیت رو به عهده گرفته بود از فیوژن یا از آمیزش این دو دیدگاه قرآنی و قانون اساسی بلژیک، از این دو منبع، از این دو دیدگاه یک قانون اساسی برای ایران درست کردن. همین. پس ببینید در نبودن فلسفه سیاسی این گروه مجبور بود که بره یه چنین کاری بکنه. خب پس این قانون اساسی که در سال 1907 نوشته شد و به تأیید مجلس رسید، نخستین مجلس ایران، و یه ترکیب بود از قانون اساسی بلژیک و کتاب قرآن. خب من گفتم که آخرین فیلسوف اسلامی ابن خلدون بود که در آن زمان، در زمان انقلاب مشروطه، یعنی بیش از 500 سال پیش از انقلاب مشروطه ایران بود. یعنی یه فاصله زمانی درازی بود بین آخرین فیلسوف اسلامی و زمانی که دارن قانون اساسی ایران رو، نخستین قانون اساسی ایران رو می نویسن. یعنی یه چنین شکافی هست. خب پس اینها از نظر دیدگاه اسلامی بجز اون کتاب سیاستنامه نصیرالدین طوسی و بجز نوشته های ابن خلدون، آخرین فیلسوف اسلامی، چیز دیگری که در قلمرو فلسفه سیاسی اسلامی باشه در اختیار نداشتن، در دسترس اونها نبود، چیز دیگری نبود. پس میمونه اون بخشی که مربوط میشه به قانون اساسی کشور بلژیک. خب قانون اساسی کشور بلژیک هم از پشتوانه فلسفه سیاسی تمدن غرب برخوردار بود. یعنی دیدگاهی کسانی مانند توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو و کسان دیگه در اون مسیر قرار گرفته بود و اون فلسفه سیاسی مربوط میشه به قلمرو تمدن غرب. ما ایرانی ها فلسفه سیاسی که بر مبنای جهانبینی ایرانگرایی باشه در اختیار نداشتیم. پس از همون ابتدا، همون پله شماره 1، ما میبینیم که
این زیربنایی که ساخته میشه در روی یک زمینی ساخته میشه که لغزنده است، پایدار نیست. از یک زیربنای فلسفه سیاسی که بر مبنای جهانبینی ایرانگرایی تدوین یافته برخوردار نیست. پس پشتوانه محکمی نداره. برخلاف قانون اساسی کشورهای غربی، قانون اساسی انگلستان در سال 1689، قانون اساسی امریکا که 2 روز دیگه میشه 259 سال، 249 سال، پوزش میخوام، 249 سال تاریخ قانون اساسی امریکاست و 13 سال پس از قانون اساسی، 13 سال پس از انقلاب امریکا ما انقلاب فرانسه رو داریم. همه این کشورهای غربی، همه این کشورهای فرنگی، اینها از یک پشتوانه بسیار محکم، بسیار استوار فلسفه سیاسی برخوردارند. فلسفه سیاسی که 2400 سال پیش شروع شده برای پروراندن اون. اما ما ایرانی‌ها پس از پایان انقلاب مشروطه ما فلسفه سیاسی نداریم که برای خودمون یک قانون اساسی بر این مبنا تهیه کنیم، درست کنیم. اینجاست که میبینید که همون خشت نخستین رو که ما میذاریم برای ساختن این بنا، میبینید که ما اون پایه رو، اون خشت رو در جای سست گذاشتیم. از پشتوانه آهنین فلسفه سیاسی برخوردار نیست، چون گفتم در انقلاب مشروطه 500 سال فاصله زمانی داره با فلسفه سیاسی بر مبنای اسلام که آخرین اونها ابن خلدون هست، و ما فلسفه سیاسی ایرانگرایی نداریم در اون زمان سال 1907 و تنها چیزی که داریم قانون اساسی بلژیکه که بر مبنای فلسفه سیاسی غربی یا فرنگی استوار هست، نوشته شده، تدوین یافته. پس می‌بینید در اینجا یه خلایی وجود داره. خلا مانند اینه که ما یک ساختمونی داریم میسازیم یا میخوایم بسازیم که زیرش خالیه. خب شما بخواید یه چنین ساختمونی بسازید، خب این هر لحظه میتونه بریزه، چون باید از زیربنای فلسفه سیاسی بسیار استوار و پایدار برخوردار بشه تا بشه حالا این قانون اساسی رو بر روی اون قرار داد یا از اون استخراج کرد. گفتم قانون اساسی یکی از فرآورده‌های مهم فلسفه سیاسی هر کشوری هست. پس میبینید کار ما از همون ابتدا کجای کار لنگه، کجای کار میلنگه. و این خب بسیار طبیعیه که حالا تأثیر خودش رو میذاره به بقیه جاها، بقیه کارهای سیاسی که حالا بر مبنای این قانون اساسی این کارهای سیاسی یا رخدادهای سیاسی پیش میاد. می‌بینید ما در چنین تنگنایی قرار گرفتیم یا ما نقطه شروع کارمون از چنین
جایگاهی شکل گرفته. حالا من خب میبینید که ما میاییم پس از اینه که این قانون اساسی به این شیوه ساخته میشه، ما دوره رضا شاه رو داریم که فرمانروایی رضا شاه بین دو تا جنگ جهانیه. 1 سال پس از جنگ جهانی یکم یا نخستین جنگ جهانی و دوره پایانی میرسه به جنگ جهانی دوم. یعنی در این فاصله ما فرمانروایی رضا شاه رو داریم بین 2 تا جنگ جهانی. ببینید چرا من این 4مین برنامه من هست درباره فلسفه سیاسی. چرا فلسفه سیاسی به این اندازه اهمیت داره؟ برای اینکه فلسفه سیاسی مانند یک نورافکنیه که راه رو به شما نشون میده. کشورهایی که از فلسفه سیاسی بسیار توانا برخوردار هستند، این کشورها تاریخ ساز هستند، فاعل تاریخ هستند. اما کشورهایی که از فلسفه سیاسی برخوردار نیستند، اینها پیرو تاریخی هستند که کشورهای دیگه این تاریخ رو براشون میسازن. ببینید یک کشور، یک تمدن، یک سرزمین یا خودش فاعل تاریخه یا یعنی خودش تاریخ سازه، خودش به تاریخ شکل میده، یا اینی که اگر از فلسفه سیاسی برخوردار نیست، پس باید از تاریخ سازی کشورهای دیگران از تاریخ سازی کشورهای دیگر پیروی بکنه. فالوور هست. یعنی به این میگن، به انگلیسی میگن historical agency. یعنی یک کشور یا از یک historical agency عاملیت تاریخی برخورداره یا از عاملیت تاریخی برخوردار نیست، باید از تاریخ پیروی بکنه. اون کشورهایی که به تاریخ عاملیت میبخشند، اون کشورهای دیگری که از فلسفه سیاسی برخوردار نیستن، اینها باید از اونها پیروی بکنن. پس این تفاوت وجود داره. ببینید درجه اهمیت فلسفه سیاسی اینجاست. اینه: آیا شما میخوای فاعل تاریخ باشی، از historical agency برخوردار باشی، یا میخوای پیرو تاریخ باشی؟ میخوای تاریخ ساز باشی یا پیرو تاریخی که برای شما ساختن؟ اینه. پس حالا اگر قانون اساسی نوشته شده که از اون ستونپایه های بسیار توانای فلسفه سیاسی برخوردار نیست، خب شما نمیتونید تاریخ ساز باشید. باید از تاریخ پیروی بکنید، تاریخی که کشورهای دیگه برای شما تعیین میکنن. پس اینجا میخوام بگم که چرا ما این دوره فرمانروایی رضا شاه رو بین 2 تا جنگ جهانی داریم. پس این 2 جنگ رو
کشورهایی ساختن یا این دو جنگ از کشورهایی برخاسته یا این دو جنگ را کشورهایی هدایت میکنند که از تاریخ فلسفی بسیار توانا برخوردارند. خب سرنوشت این دو جنگ، تصمیم هایی که در این دو جنگ جهانی گرفته میشه، در اختیار کشورهایی هست که از فلسفه سیاسی بسیار توانا برخوردار هستند و اون کشورهایی که از فلسفه سیاسی برخوردار نیستند، اینها تابع تغییرات این دو جنگ می باشند و برای همین فرمانروایی رضا شاه دیگه پس از جنگ جهانی دوم ادامه پیدا نمیکنه و همونجا پایان مییابه. جنگ جهانی دوم پایان فرمانروایی رضا شاه میشه، چون این دو جنگ جهانی، سرنوشت این دو جنگ جهانی در اختیار کشورهایی هست که از فلسفه سیاسی بسیار توانا برخوردارند و ایران در چنین جایگاهی نیست. حالا همه رخدادهایی که در ایران شکل میگیره، رخدادهای سیاسی یا همه تصمیم‌های سیاسی که گرفته میشه، میبینی تأثیر پذیرفته از یک چنین فضای جهانی که در اختیار ما نیست. این فضای جهانی، فضای سیاسی جهانی، به وسیله کشورهایی هدایت میشه که از فلسفه سیاسی بسیار توانا برخوردار هستند. ما خب پس از جنگ جهانی دوم که رضا شاه رو از ایران بیرون میبرند، ما میبینیم درست 13 روز پس از اینی که رضا شاه از ایران بیرون میره، حزب توده اعلام موجودیت میکنه. یعنی در زمانی که هنوز ارتش سرخ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در شهر تهران پایتخت ایران و حزب توده اعلام موجودیت میکنه. 13 روز پس از برون رفت رضا شاه. حالا ما میبینیم که این احزابی که درست میشن یا تصمیم گیری های سیاسی که میشه یا همه فعالیت های سیاسی که میشه، همه تأثیر پذیرفته یا هدایت میشه با دیدگاه سیاستی که از این دو جنگ جهانی تأثیر فراوان دریافت کرده. میخوام بگم که ما در اینجا هیستوریکال ایجنسی نداریم. ما تابع سیاست جهانی، سیاست جنگی جهانی هستیم و فقط کوشش ما اینه که از فرصت‌هایی که ایجاد میشه استفاده کنیم و برای خودمون زندگی مناسبی یا یک زندگی سیاسی برای خودمون بسازیم. ما از هیستوریکال ایجنسی برخوردار نیستیم. در چنین فضایی ما داریم کار میکنیم و احزابی که تشکیل میشن مانند
حزب توده که در زمان استالین این حزب ساخته میشه، یا همینطور یک جنبشی ایجاد میشه، سوسیالیستای خداپرست که در سال 1943 که این هم در دوره استالین هست، پس از تشکیل حزب توده این درست میشه و ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به دوره جنگ سرد. این مستطیلی که نشون میدم سبز رنگه، این دوره جنگ سرده. من اینجا میبینیم که آذربایجان رو تجزیه طلبان میخوان جدا بکنن و جمهوری مهاباد رو میخوان در اینجا جمهوری اعلام کردن در مهاباد و اینا هم همه در این دوره‌ایه که سیاست جهانی دو قطبی شده. ما یک قطب دنیای آزاد رو داریم به رهبری امریکا و قطب دیگه که قطب سوسیالیستی یا بلاک شرق رو داریم به رهبری اتحاد جماهیر شوروی. ما 44 سال دوره جنگ سرد رو داریم و در این دوره جنگ سرد گروه هایی که در ایران ساخته میشن، یکیش فدایان اسلام که ترورهای زیادی میکنه، از جمله علی رزوارا رو ترور میکنه و در این دوره جنگ سرد هست که ما میبینیم جبهه ملی تشکیل میشه و آقای مصدق در سن 67 سالگی با آیت الله کاشانی این جبهه رو درست میکنن و این جبهه ایدئولوژی یه چیزی شبیه لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی رو برای خودش انتخاب میکنه و باز میبینید که همه این جبهه ها یا احزاب یا گروه های سیاسی که درست میشن، ببینید باز برمیگردیم به اون فلسفه سیاسی. اگر یک کشوری از یک فلسفه سیاسی تاریخدار بسیار پرتوان تدوین یافته برخوردار نباشه، لذا احزابی که تشکیل میشن، گروه های سیاسی که تشکیل میشه، خب اینا بر چه مبنایی این احزاب شکل میگیرن، ساخته میشن؟ ببینید گفتم قانون اساسی یکی از فراورده های فلسفه سیاسی هست، اما ما فراورده های دیگری هم داریم. احزاب سیاسی نیز از فراورده های فلسفه سیاسی هستند. فلسفه سیاسی فراورده های گوناگون داره. یکیش قانون اساسیه، یکی دیگهش احزاب سیاسی هستند و موارد دیگه هستند که همه اینها از درون یا از بستر فلسفه سیاسی استخراج شده. خب اینا همه فراورده هستند که از بستر فلسفه سیاسی بیرون میاد، بازتاب پیدا میکنه. بر مبنای فلسفه سیاسی همه اینها استوار شدن. پس در نبود فلسفه سیاسی بر مبنای جهانبینی ایرانگرایی، شما مجبوری همون گونه که قانون اساسی تو از روی قانون اساسی بلژیک نوشتی، باید احزابت رو هم یا ایدئولوژی احزابت رو هم از روی ایدئولوژی احزاب
به کشورهای غربی یا کشورهای فرنگی انتخاب میکنی، مانند سکولار دموکراسی، مانند سوسیال دموکراسی، مانند لیبرال دموکراسی، مجبوری، یعنی در نبود فلسفه سیاسی خودت باید بری از کشورهای دیگه وام بگیری، از کشورهای دیگه ایدئولوژی وام بگیری، قانون اساسی وام بگیری. می‌دونی؟ پس میبینید که همه این گروه ها، همه این احزاب، ایدئولوژیایی که اینا انتخاب کردن، البته فداییان اسلام خب اینا ایدئولوژیشون اسلامیه، خب ما 1400 ساله، در اون زمان 1300 یا 1250 سال بود که ما در ایران اسلام داشتیم. خب اینا ایدئولوژیشون یا فلسفهشون از قرآن استخراج میشه، مانند فداییان اسلام. اما گروه هایی که مبنای اسلامی ندارن، اینا مجبورن برن از کشورهای فرنگی فلسفه سیاسی وام بگیرن یا ایدئولوژی وام بگیرن برای حزب خودشون، برای جبهه خودشون، برای گروه خودشون. پس اینه گرفتاری اینجاست که و شما میبینید که در اینجا کتابی نوشته میشه جلال آل‌احمد به نام غرب زدگی. خب ایشون درست میگه غرب زدگی، برای اینکه ما میبینیم که بخش بزرگی از قانون اساسی ما از بلژیک میاد، از قانون اساسی بلژیک میاد و احزاب ما یا گروه های سیاسی ما اینها ایدئولوژی خودشون رو از ایدئولوژی احزاب کشورهای غربی یا کشورهای فرنگی الگو برداری میکنن، از اونجاها وام میگیرن. ما نداریم حزبی یا گروهی یا کسانی که بپردازن به جهانبینی ایرانگرایی، بپردازن به فلسفه سیاسی بر مبنای جهانبینی ایرانگرایی. ما نداریم. تنها کسی که یا تنها خانواده‌ای که پرچم ایرانگرایی رو برافراشته نگه داشته خانواده پهلویه، خاندان پهلویه. همین. اگر هم کسان دیگری هستند مانند صادق هدایت و یا ممکنه کسان دیگه هم باشن، اینها کارشون در یک مقیاس کشوری نیست. تنها خاندانی که در یک مقیاس بزرگ کشور ایران پرچم ایرانگرایی را برافراشته نگه داشتند همین خاندان پهلوی هستند، رضا شاه و محمد رضا شاه. بقیه مردم رفتن به دنبال دیدگاه اسلامگرایی، دیدگاه اسلامگرایی که علی شریعتی این رو به وجود آورده بود یا کسان دیگه مانند نهضت آزادی، آقای بازرگان و طالقانی و این گونه افراد این جنبش های اسلامی رو درست کرده بودن که اینها اومده بودن یک به ویژه سازمان مجاهدین خلق اومده بودن که ترکیبی از سوسیالیسم یا کمونیسم یا مارکسیسم رو با شیعه، این دوتا رو به هم جوش داده بودن. یک آمیزشی ایجاد شده بود از شیعه 12 امامی و مارکسیسم. یه چنین چیزی رو ساخته بودن به عنوان فلسفه سیاسی اسلامی. البته یه نکته رو اینجا من فراموش کردم بگم
که در این بالا در سال 1921 شخصی به نام آیت الله عبدالکریم حائری یزدی میره حوزه علمیه قم رو تأسیس میکنه. پس میبینید از سال 1921 این آخوندا دارن کادرسازی میکنن. چرا ما این همه آخوند داریم؟ چرا این همه ملا داریم؟ برای اینکه اینا از سال 1921 دارن کادر تربیت میکنن، کادرسازی میکنن. طلبه میپذیرن، اینا رو پرورش میدن و به عنوان آخوند یا ملا یا حجت الاسلام یا هرچی اینا رو تولید میکنن و میفرستن توی جامعه. اما ایرانگرایان چه کار کردن؟ ما چنین کاری نکردیم. یعنی ما نیز میبایستی مانند اسلامگرایان کادرسازی میکردیم و به این افرادی که در دیدگاه ایرانگرایی تربیت می شدن به اونها فلسفه سیاسی بر مبنای جهانبینی ایرانگرایی تربیت می کردیم. اما ما غافل شدیم. ما مردم رو دارم میگم. و پادشاه ایران هم که دستنها بود. شما هم یه نفره نمیتونی همه کارو بکنی. و مردم هم که رفتن یا در دوره جنگ سرد مارکسیست شدن، کمونیست شدن، یا رفتن دنبال اسلامگرایی، پیرو علی شریعتی، سازمان مجاهدین خلق یا نهضت آزادی یا فدایان اسلام. این گونه گروه ها. پس ما میبینیم در اینجا یک خلأ بزرگی وجود داره و اون خلأ بزرگ هست نبودن فلسفه سیاسی بر مبنای جهانبینی ایرانگرایی. یک چنین خلایی، چه کسانی این خلأ رو پر کردن؟ اسلامگرایان و مارکسیستا یا کمونیستا. اینها اومدن این خلأ رو پر کردن و ایرانگرایان از این موضوع غافل شدن. اسلامگرایان حسینیه ارشاد میسازن، اسلامگرایان مجله ماهانه مکتب اسلام چاپ میکنن، منتشر میکنن، گروه های تروریستی یا گروه های چریکی درست میکنن مانند سازمان مجاهدین خلق. شما دقت کنید تأسیس سازمان مجاهدین خلق در سال 1965، پیلو در سال 1964 تأسیس میشه. یعنی درست یک سال پس از تأسیس پیلو ما سازمان مجاهدین خلق رو در ایران میبینیم که تأسیس میشه و یک سال پیش از پیلو ما چریکای فدای خلق رو داریم که در ایران با رهبری بیژن جزنی تأسیس میشه. پس میبینید که چگونه سیاست ایران، یعنی سیاست درون کشوری، حالا فرق نمیکنه چه سیاست غالب که به رهبری پادشاه شکل گرفته و چه سیاست مخالف اپوزیسیون که اینها چگونه تأثیر پذیرفته از نهادی مانند پیلو به رهبری یاسر عرفات یا فضای جنگ سرد، فضای دوره جنگ سرد و ایدئولوژی غالب در دوره جنگ سرد که مارکسیسم لنینیسم می باشد. ببینید همش من میخوام این نکته رو برجسته بکنم که اگر یک کشور از خودش
فلسفه سیاسی نداشته باشه، فلسفه سیاسی که در تاریخ اون کشور، در هویت اون کشور، در تمدن اون کشور، در فرهنگ اون کشور ریشه دوانده باشه، در نبود چنین فلسفه سیاسی شما میبینید که موارد خارجی، سیاست‌های خارجی به روی شما تاثیر میگذارند. شما باید پیرو اون سیاست‌های کلان، یعنی مانند دو قطبی شدن سیاست جهانی در دوره جنگ سرد، باید تابع اون سیاست ها باشی. چرا؟ چون از خودت تو نمیتونی هیستوریکال ایجنسی داشته باشی، نمیتونی عاملیت تاریخی داشته باشی، نمیتونی، چون فلسفه سیاسی محکم و پرتوان نداری که تدوین یافته و اون میتونه شما رو حالا هدایت بکنه، مانند یک نورافکن راه رو به شما نشون بده. شما این رو ندارید. من به هر حال مطلب زیاده، گفتگوها ها رو میتونم در ویدیوی بعدی، در گفتار بعدی تقدیم شما بکنم و من به همین جا بسنده میکنم. سخنان زیادی هست که باید به جزئیات اونا بپردازم. این رو در گفتار بعدی ادامه خواهم داد. باز من در اینجا سپاسگزاری میکنم از جناب مانی که این فرصت رو به من دادن تا این ویدیو رو تقدیم بینندگان رادیو تلویزیون مانی بکنم. ما هی مرتب برمیگردیم به این موضوع فلسفه سیاسی و میبینیم که این موضوع تا چه اندازه اهمیت داره و نبودن اون ستونپایه های فلسفه سیاسی چقدر به یک کشور آسیب میرسونه، چقدر سبب میشه که این کشور لغزش پیدا بکنه، سبب میشه که این ملت، این مردم در لب پرتگاه قرار بگیرن، سبب میشه که انقلابش از عمر کوتاهی برخوردار بشه. برای همین انقلاب مشروطه فقط 73 سال عمر کرد و حال اینکه 2 روز دیگه انقلاب امریکا 249 ساله که عمر داره. چه چیزی به این عمر بخشیده؟ چه چیزی بقای این انقلاب امریکا، انقلاب فرانسه، انقلاب انگلستان رو تضمین کرده؟ فلسفه سیاسی است. فلسفه سیاسی که در غرب 2400 سال سن داره، 2400 سال عمر کرده. و من به شما نشون دادم که فلسفه سیاسی ما از ابن خلدون به بعد ما نداریم. یعنی فاصله اون در زمان انقلاب مشروطه 500 ساله و تا به امروز 600 و خورده سال گذشته از زمانی که ابن خلدون اومد. آخرین 618 سال هست از زمان ابن خلدون تا امروز که مسلمان ها، روشنفکران اسلامی، هرچی که نامگذاری بکنید، نتوانستند فلسفه سیاسی بر مبنای قرآن تولید بکنند. پس ما مجبوریم که فلسفه سیاسی رو بر مبنای جهانبینی ایرانگرایی بسازیم، تولید بکنیم. این تنها راهیه که برای ما باقی مونده و ما خیلی غفلت کردیم. به هر حال من
سخنان خودم را به پایان میرسونم تا دیدار بعدی و همیشه شاد و تندرست و پیروز باشید و گفتار امروز به پایان میرسه.